بعد از آن متفق شدند که ما می رویم پایتخت سلطان تا به شاه عرض داد خویش کنیم از ستمهای خیل گربان. شاه موشان نشسته بود به تخت، دید از دور خیل موشان و همه یک باره به تعظیم زدند، گفتند ای شاهنشاه دوران، کرده است ظلم گربه برمایان. ای شاهنشاه اول ما قربان، سال یک دانه می گرفت از ما، حال حرص شده فراوان. این زمان 5 می گیرد چون شده عابد و مسلمان. عرض خود چون به شاه خود گفتند، شاه گفتا که ای دلیران، من تلافی به گربه خواهم کرد تا شود داستان به دوران. یکموش وزیر لشکر بود، هوشمند و دلیر و فتان. گفت باید یک زما برود نزد گربه به شهر کرمان، یا بیا پایتخت در خدمت، یا که آماده باش جنگان. موشک بود الچی از قدیم، رفت نزد گربه به کرمان. نرمک به او حاله کرد، گفت منم الچی از کرمان، خبر آوردم برای شما، شاه دارند عزم جنگان. یا بیا پایتخت در خدمت، یا که آماده باش به جنگان. گربه گفتا که شاه فن خورده است، من نآیم برون ز کرمان. لیک اندر خفا تدارک کرد لشکر معظم ز گربان. گربه های براق شیرشکر هر کجا رستمانی جنگان.